مردم دنیا وقتی زیبایی های این دنیا، وسائل زیبا، امکانات زیبا، ثروت و دارایی های زیبای دنیا، پست و مقام زیبای دنیا را می‌بینند، خیال می‌کنند که نعمتها که الله آفریده همینند و لہذا با همه وجود و با تمام توان دنبال همین زرق و برق دنیا و زیبایی های دنیا و به دنیا دل می‌دهند و از نام آخرت خوششون نمی آید، از نام جنت خوششون نمی آید که کسی حتی تذکره مرگ بکنه، موتا که برای همه انسان ها مرگ هست، خوششون نمی آید و آخرت را به صورت کامل فراموش کردن. الله که ولی نعمته و این نعمتهای دنیا و زندگی دنیا را عنایت کرده، نعمت وجود و هستی را به ما و جهانیان عنایت کرده است، الله را فراموش میکنند و این انسان ها وقتی که میمیرند با مشکل بزرگی روبرو می شود. دنیا منافعش هر اندازه زیبا و شیرین باشه، اما این نعمتها دائم نیست عزیزان. این نعمتها موقتی اند تا محدوده همین زندگی اند. به تعبیر امام غزالی رحمه الله، اگر پادشاهی روی زمین را به کسی بدهند و 100 سال او پادشاهی بکنه بر روی زمین، حکمرانی بکنه، حاکم باشه، و بعد از 100 سال چه، بعد از 120 سال چه، بعد از 150 سال چه، آخر باید بمیره و وقتی که میمیرد با یک بنبست بزرگ و با یک عذاب عظیم روبرو میشه. مخبر صادق و مخبر امین، رسول امین خبر داده است، همه انبیاء اطلاع دادند که بعد از این مرگ حساب و کتاب هست. الله تعالی از انسان حساب میگیره و اگر انسان به تکلیفش عمل نکنه، انسان مکلف، موظف، باید مطابق با دستور الله زندگی بکنه. حق و حقوق انسان ها را باید در نظر بگیره، حق و حقوق الله را که حق الله تعالی نه که خدا را به تنهایی پرستش بکنیم. خدا واحد و لا شریک، با خدا شریک نگیری. وحدانیت خدا، یگانگی پروردگار، اگر ما مراعات خدا نکرده، کسی مراعات نکند و با خدا شریک بگیره، خدا را نافرمانی بکنه، آنچه که الله من کرده است اونها را انجام بده، محرماتا، به حقوق انسان ها تجاوز کنه، حق والدین، حق خویشاوندان، حق همسایه، حق همراه، حق مردم رعایت نکند، مورد مؤاخذه قرار میگیره در قبر و روز قیامت که روز حساب و کتابه و الله تعالی صحرای محشر را برقرار میکند، آنجا پایشگیر میکند. این هوشمندی نیست، این عقلمندی نیست و دانشمندی نیست که انسان
آخرت را و حساب و کتاب را نفی کنه، برای اینکه بغیر از اینکه آخرت و حساب و کتاب با نص ثابته، با وحی ثابته، با وحی آسمانی ثابت هست، با کلام انبیاء علیهم السلام و رحمت للعالمین ثابته. عقل هم میگوید که قیام حساب و کتاب برحقه. عقل هم میگوید که یک جای میخواهد، حساب و کتاب میخواهد تا بین اون افرادی که جنایت کردن، آدم کشتن، مال مردم بردن، رهزنی و سرقت کردن، خونریزی کردن، ظلم و فساد کردن، و بین اون انسانی که عدل کردن، انصاف کردن، حق مردم رعایت کردن، به کسی از تو آزار نرسوندن، به اونها پاداش برسه، و اونهایی که بد عمل کردن مجازات بشه. بین این دو گروهی که اختلاف کردن فیصله بشه، و این قیامت و روز حساب و کتاب هست. روز حساب و کتاب فراموش نکنید عزیزان. روز قیامت، قبر، حشر، آخرت نباید فراموش بشه. همه وقت در فکر حساب و کتاب باشید. دنبال هواهای نفسانی نریم، آنچه که نفس میگوید. نفس ما را به نافرمانی خدا، نفس ما را به گناه ها، به معصیت وادار میکند. و نهى النفس عن الهوى. الله میفرماید آنانی که نفسشون را از هوا و از خواهشات نفسانی و نادرست جلوگیری میکنند. بنده نفس نباشیم. انسان بنده شیطان نشه که هرچه شیطان به او القا میکند و وسوسه میاندازد انجام بدهد. بنده رحمان، بنده الله، بنده حق و حقیقت، بنده واقعیت، بنده خدا باشیم که خدا بر حق و خدا حق هست، و هرچه داریم از پروردگار داریم. راهنمودها و راهنمایی های رحمت للعالمین. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نجات دنیا و آخرت ماست. فرستاده ویژه الله تعالی، آخرین فرستاده، آخرین پیامبر، خاتم النبیین. راهنمایی او که راهنمایی همه انبیاء علیهم السلام است و دستور خدای، حکم خدای است. همه ما اطاعت کنیم و نجات ما در این است. الله تعالی ما را توفیق عنایت کند و موفق بداره. درود ختم کنید. شرایطی که امروز در کشور ما قرار دارد واقعا یک چیزی که مشاهده میکنیم، میبینیم، همین همدلی مردم خیلی چیز محبوبی است، پسندیده است. همه مردم ایران که نسبت به یکدیگر بعضی بی تفاوت بودند و اگر بی تفاوت نبودند و همدلی داشتند، همدلی کم رنگ بود در میان مردم ایران. آنهایی که در شهرهای بزرگ می نشستند مثل تهران و شهرهای دیگر بزرگ، شاید کسانی را که از در مرزها زندگی می کردند، حاشیه کشور زندگی می کردند، به اون نگاه محبت و اون نگاه همدلی
که امروز در میان مردم ایجاد شده و یکدیگر را نگاه میکنند، محبت میکنند، این فضا در کشور ما نبود. یا اونهایی که در مرکز کشور زندگی میکردند وقتی به شهرهای حاشیه‌ای می آمدند هم مردم او محبت نداشتند. حالا مردم ایران همه مهمان نواز و با محبت ها. ولی امروز یک محبت فوق‌العاده پیدا شده در میان مردم، همدلی پیدا شده. لباس یکدیگر را که میبینم به لباس افتخار میکنند. مدت‌های مدیدی گفته میشد که این لباس ها را باید صدا و سیما مردم ایران برای خود ایرانی ها معرفی بکنه، لباسشون، فرهنگشون و تا بشناسن، ایرانی ها را بدونن که داره چه لباسی. و یک مدتی بود اوایل انقلاب مخصوصا و بعد مدتی که اصلا نمیشناخته لباس هم میدیدن، لباس مخصوص منطقه ما را که میدیدن گفته اینه یا پاکستانی هستند، برادران پاکستانی یا برادران افغان و با این لباس آشنایی نداشتند. حالا مردم دنیا که خیلی ها این لباس تشخیص نمیدن، لباس ایرانی ها را، ولی ما حالا از دنیا گلایه نداریم، ولی از خود ایرانی ها لباس یک دیگر را نمی شناختن. ولی امروز شرایطی در کشور پیش آمده است که آقا توی خیابان ها یک دیگر را تعقیب می کنند و دنبال می کنند، شما از کجایید و خوش آمدید و محبت می کنند. و این همدلی، همگرایی، محبت خیلی چیزی خوبی است. ما گذشته که هفته وحدت را بنیاد گذاری شد در کشور، ابتدا خیلی رونق داشت و جلساتش گرم بود و ولی انقلاب بود، ولی آخر جلسه چنان کم رنگ شد که مهمانای خارجی در این کنفرانس هم نمی آمدن و داخلی ها هم که می آمدن هیچ روحیه‌ای نداشتن، کم رنگ بود، ضعیف بود، استقبال نمی شد. و دلیلش هم این بود که با شعار وحدت بود ولی وحدت واقعی نبود. بالاخره وقتی که تبعیض باشه، نابرابری باشه بین اقوام، بین مذاهب، و وحدت وقتی که روی شعار باشه، این میدانش زیاد نیست، تا دور نیست. و اما وقتی وحدت از روی قلب و وحدت فراگیر یک جمع می شدن و حرف وحدت را می زدن، اما توی ادارات خبر نبود، توی لایه های حکومتی و دولتی خیلی کم رنگ بود و همه بر روی وحدت می گفته استراتژی، ولی استراتژی نبود، واقعیتی نه. از وحدت به عنوان یک صرف در پوش استفاده می کردیم. بالاخره و یک شعاری بود و حالا اگر کسانی اینجا از فریقین اعتقاد به وحدت داشتن و وحدت مهم هم می دانسته ولی در دستشون چیزی نبود، چه بسا شکایت می کردیم به مجمع و تقریب که آقا این کار خلاف وحدت، او خلاف وحدت. آقا جلوگیری میکنه از نماز، بسیاری جا مشکل داره، فشار هست، فلانه، توهین شده. گفتن که دست ما هیچ کاری نیست، ما فقط وظیفه خودمون انجام میدیم، ولی هیچ کسی حرف ما را قبول نمیکنه.
توی جلسات وحدت احساس میکردی که توی چهره‌ها شاد نیستن، در حالی که وحدت یک چیز عظیم و بزرگه. باید چهره‌ها شاد باشن، باید انسان خوشحال باشن. اما امروز ملت ایرانن، اینها این مردم ایرانن. من قصه مردم ایران میکنم که در میان مردم ایران همدلی پیدا شده، همگرایی پیدا شده، اتحاد آمده است، انسجام آمده و همه مردم ایران که انسجام در میانشون آمده و منسجم شدن، اکثریت قاطع مردم با هم منسجم شدند و همدلی پیدا کردند روی همین مشکلاتی که مردم ایران دارند. مردم ایران واقعا با مشکل مواجهند، با تورم و با گرانی و انواع مشکلات ها که در کشور اینا هم انباشته شدن. این مشکلات مردم ایران با هم نزدیک کرده و در دل یکدیگر محبت پیدا شده، مدافع یکدیگر شده، حامی یکدیگر شده. همه مردم ایران که شهروندان ایرانیان، مردم ایران، نه مخالف دینن و نه ضد دینن مردم ایران، و نه مردم ایران اجیر کشورهای خارجی هستند و بیگانگانن، ایرانیان و مال همین کشوران مشکل دارند. اعتراضات اخیر دلیل مشکلاتی که ملت ایران داره، مردم ایران دارن. احساس میکنن که فقیرن. وقتی میبینن پولشون رفته به 39 تومان، 1000 تومان، $1 و پولشون ارزش را از دست داده است و دارایی دنیوی مردم همین ماله، همین پوله. وقتی که میبینن پولشون توی دنیا بی ارزش شده، واقعا این احساس سرخوردگی میکنن. وقتی میبینن که کشوری که همه ذخایر داره، همه امکانات داره، یکی از معدود کشورهای ثروتمنده و گرسنان در تامین رزقشون با مشکلات مواجهند، یا کوله بری میکنند، یا بخش که مرزانش هستند، یا دنبال سخت بریان و توی دریا میرن، هم برای همین که سخت برسانند و نان زن و بچه را تامین بکنه. این مشکلات ها را که میبینم، بالاخره مردم هر کسی باشه، هر ملتی باشه، نگران میشه. اما بدونن که این ملت نگرانه، ملت پریشانه. که ما میگیم یا همه میگن که حرف ملت شنیده بشه، حرفشون را گوش کنیم، همینه. اینها واقعا به خاطر هیچ کشوری اعتراض ندارن. این سر و صداها و اعتراض و خیزش و باید در فکر حل مشکل بود. این سیاست های داخلی ما بارها ما از همین تریبون مختصرمون، کوچکمون، هم فریاد زدیم که این سیاست های داخلی جواب نمیدن. اینا را مورد تغییر قرار بده، سیاست های خارجی. و ما
باید تمرکز کنیم. گفتیم مسئولان باید تمرکز کنن روی ساختن کشور خودشون، خانه خودشون، روی منافع ملت، روی نگرانی هایی که ملت دارن. به ملت بیندیشید. اگر ملت از دست ما برود و اگر ملت ناراض باشه، همه دنیا هم اگر راضی باشه فایده نداره. و اگر ملت های بیرون هم ما ناراض کنیم و داخل هم ناراض کنیم، مشکلات درست میشه. نمیشه عزیزان، نمیشه حکومت کرد وقتی که ملت ناراض باشه. رضایت ملت مهمی. حرفای بنده از روی دلسوزی میگن. خیرخواه همه، خیرخواه راعی و رعیتم. از روی خیرخواهی میگویم، بدخواه نیستم، دلسوزم. و این تو این حرف ها صلاح موجوده، خیر موجوده. این ملتی که 3 ماه تمامی که اینها اعتراض دار، 3 ماه تمامی که داد و بیداد دارن و اعتراض دارن، داخل هم خارج همه مردم ایران که رفتن و میلیون ها ایرانی الان در خارج از کشور، اینا همه عزیزان ما هستند و ما در رابطه با اینها میاندیشیم و فکر میکنیم که چه انسانهای توانمند از ایران فرار کردند و رفتن بیرون. هیچ جای برای مردم ایران نمیشه. اروپا باشند یا هر دنیای آباد دیگری باشند، در کشوری هیچ جا برایشون ایران نمیشه و اینها هر جا باشند در فکر وطنند. آرزوی ما اینه که هموطنان عزیز ما برگردن اینجا، بیان ایران بسازن، ایران آباد کنن، هم برای خودشون هم برای دیگران، کشورشون بسازن. این وطنشونه، وطن آبایی اجدادیشونه. این مغزهای متفکر، این مغزهای فراری، این انسانهای توانمند که رفتن، اینها برگردند و توی کشور کار کنند. همه ما با هم باشیم، همه مردم عزیز ایران، همه ایرانی ها، همه ایرانی ها با هم باشند، با مشورت دیگر، با صلاح یک دیگر، راههایی را انتخاب کنند که بتوانند با مردم دنیا تعامل داشته باشند، با مردم دنیا رابطه حسنه داشته باشند، بین خودشون هم وحدت و اتحاد باشه. این اتحاد واقعی خواهد بود زمانی که تبعیض نباشه، زمانی که نابرابری نباشه، زمانی که تحمل باشه. بسیاری از مردم ایران تا نتوانستن فرزندانشون را از گرایش‌های مختلف، از مذاهب مختلف در بسیاری جاها فرزندانشون تعلیم بدن، آزادانه بتوان الله را بندگی کنن توی کشور. چونه از تنگ نظری، از کوتاه‌بینی، این چیزی که کشور را محدود کرد، کشور را کوچک کرد. این کشور بزرگی است. اینا تویش هر مذهبی موجوده، هر گرایش موجوده، هر دین اینجا موجوده، هر قومیت اینجا موجوده. همه آزادی داشته باشند و قانون اساسی این آزادی را داده، ولی به قانون
متاسفانه قانون گریزی در کشور ما از همه جای دنیا بیشتر به قانون عمل نشد. اگر به قانون عمل می شد، همین قانون بسیاری از رؤسای جمهور که برای در انتخابات آمدن گفت آقا ما قانون اجرا میکنه، هم به همین امتیاز ملت ایران اون رو رای داد. ولی وقتی که بر سر کار آمد او رئیس جمهور هیچی نتوانست قانون اجرا کنه. حالا گفته که ما نمیتوانیم. سلیقه ها، اعمال سلیقه مهمترین مریضی در کشور ما که مایه این دلخوری و ناراضگی و اعتراض شده اعمال سلیقه بوده. هر کسی زور داشته گفته بابا برو، قانون مطابق با قانون کشور عمل نکرده است. و قانون بیشتر برای ضعفا بوده، برای ملت و مردم و بی‌دفاعها بوده. اما صاحبان قدرت قانون گریزی کردن. ناراضگی بیشتر از اینجا ایجاد شده است و این محدودیت از اینجا آمده. و الا توی قانون آزادیه، همه مذاهب آزاده، همه اندیشه ها و تفکرات آزادی دارد. و لحظه توی این کشور این خواست ملت که توی کشور برای همه قومیت ها، مذاهب، ادیان آزادی باشه و گناه اگر بین ایرانی ها کسی تبعیض قائل باشه. من جلوترم گفتم، باز همینه چونی حرف بازم مطرح شده. کسی گفته بود که آمار داده بود که اینقدر فرماندار و اینقدر بخشدار و نمیدن اینقدر بسیجی و داره ها، چرا واقعیت ها رو نمیگید؟ چقدر توی نیروهای مسلح شما از مذاهب دارید؟ توی ارتش، در نیروهای انتظامی، نظامی، و چرا واقعیت ها رو قبول نمی کنید؟ توی مدیریت های مراکز استانها، توی مدیریت های مرکز کشور در ظرفیت 43 سال فعالیت شد. توی مجلس صحبت شد، توسط علما صحبت شد، توسط معتمدین و ریشسفیدان، توسط نخبگان، و تأثیری هیچ نداشت، هیچ تأثیری نداشت. تو انتخابات هم می آمدیم قول و قرار و بعد نمیتوانستی ملاقات بکنی. همین ریاست جمهوری اخیر 13 بالاخره قولهای داده شد توسط تیم و بعد گفتن آقا هیچ کسی حرف ما را قبول نمی کنه. چرا اینطور باشه؟ مردم ملامت نیستند. مردم ملامت نکنید، مردم مشکل دارن. میخواهید قسم بخوریم برای شما که مردم مشکل دارن؟ مردم مشکل دارن. مردم آزادی میخواهند، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، آزادی اندیشه. مردم مشکلات دارن، به این مشکلات مردم رسیدگی بشه. از زبان خود مردم بشنوید.
تنها راه همینه، تنها راه همینه که کنار بیایی شما به اراده ملت تسلیم بشید. ببینید که ملت چه میخواد، همونطور که این هم از قول بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبر فقیده که با این ملت هر چه بخواهد همون درسته. و من کلمات او را اگر کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی بکشن شاید بعضی دلتنگ باشن روی این مسئله. گفتن هر چه که ملت بخواهد، هر چه که ملت اراده بکنه همونه. شما هم ببینید این مردم ها، اراده مردم ها، ملت مردم ها. شما در مقابل هیچ قدرتی کنار نیایید، در مقابل هیچ دولت خارجی کنار نیایید، ولی با ملت شما باید کنار بیایید. ملت شما، مردم شما، ولی نعمت شما. ما با همین مردم زندگی میکنیم. اگر مردم ناراض بکنیم با کی زندگی میتونیم بکنیم؟ علما مخصوصا که در راس قدرت، علما همیشه مردمی بودن، در کنار مردم بودن. علما برای مردم گریه کردن. تو این مراسمات و فاتحه شرکت میکنه علما، نوحه میخوانه با مردم و بالاخره یاده تو این مراسم یاد بود و با مردم گریه کردن. ما که با مردم گریه کردیم، الان باید ببینی که مردم چی میخوان، گریه مردم چیه. و زندانی هایی که زندانی اخیر همین که در این خیزش، در این اعتراضات زندان شدن، توصیه ما خیرخواهانه که شما دل سوزانه این را آزاد کنید. سخت نگیرید اینها را. اینا اکثر جوانان، اینا اکثر سن خیلی پایین دارن، همین که کودک میگن، دختران جوان، پسران جوان، اینها را آزاد کنید، سختشون نگیرید و محارب قرار ندید. بعض ما توصیه میکنیم اگر محارب هم کسی قرار بدید، ولی نباید به اعدام محکوم بشه و نباید کشته بشن جوانان معترض را که کسی را نکشتن. و این بهترین برداشت و تفسیر از آیه همینه که کسی که کشته او را میتوانند بالاخره قصاص بگیرن، او را میتوانند بکشن، نه کسی که آدم نکشته. بالاخره کسی که انسانی را نکشته و ما او را نمیتوانیم بکشیم. این برداشت هایی که میکنند بهترین برداشت همین محققانه که کسی که آدم نکشته، کشته نشه، زندان داده بشه، تبعید بشه، همانطور که در آیت آمده است. و لحاظ دینی که در آن گذشت نباشه، در آن مسامحه نباشه. آن حضرت فرموده حدیث که اگر در دین مسامحه نباشه، اگر در دین گذشت نباشه و اگر در دین ترحم نباشه، او دین روح نداره. او دین توش خیر نیست. توی دین گذشت بوده، تسامح بوده. شما تسامح کنید، شما گذشت کنید. و زندانی ها رای بسیاری افرادم که در زیر حکم سنگین هم در خطر و لحظه تسامح بکنید. اگر شما بعضی جا مشکلات هست با تسامح رفتار کنید. علماء زندانی، بعضی علماء اخیرا
دو تا عالم بسیار جلیل و عالم بزرگ در مناطق کردنشین کشور، جناب امام استاد سیف الله از جوانرود، از علمای برجسته است و اعتراض داریم ما که خیلی وقتی به خانهش وارد شدن و خشونت رفتار کردن. عالم حرمت داره، احترام داره و بعد او را بازداشت کردن و امام استاد خضر نژاد هم یکی از علمای سرشناس اونجا. حالا این عالمان اینا حرف زدن، صحبت کردن. حالا توی کشور، فضای کشور همه جا صحبت هست، صحبت هیچ وقت جلوگیری نکنه. بگذاری حرف بزنه و بهترین حرفای مردم بگیری که چه گفتن. و مولانا کوهی که 2 سالش تکمیل شده و واقعا عالم خیرخواهی هست و الان از لحاظ قانونی میتونه آزاد باشه. خواسته همه ما، همه مردمانه که شما مولانا کوهی را آزاد کنه. مولانا کوهی هم حرف زده، انتقادی کرده که الان سختری اون انتقاد حالا گفته میشه، اون زمانه انتقاد کمتر بود و انتقادی کن. تسامح کنید شما و این تسامح مایه برکت، مایه خیر. مولانا کوهی را آزاد کنید. مولانا عبدالغفار نقشبندی هم حرف زده، سخن گفته. واقعا در بحث امنیت استان، در بحث انسجام و این مسائل همه علما اینجا همسو هستند. حالا یکی انتقادش خشن‌تر و تندتره، حرفش صریح‌تره، یکی نرمتر هست. ولی مولانا عبدالغفار نقشبندی هم ما اعتقادمون اینه که مسئله شون حل بشه و به هر حال شما تسامح به خرج بدید، بشینید صحبت بکنید و ما هم با بسیاری می نشینیم صحبت میکنیم که صحبت ها دلسوزانه باشه، خیرخواهانه باشه، امنیت به هم نخوره، حرف زده میشه. حرفا را اجازه بدید گفته بشه. ما امیدواریم که مسئله شور هم به جای باریک نکشه و دکتر حمید قرا حسنلو که پزشک متخصص هست و جامعه پزشکی همه نسبت بهشون پریشان و نگرانند و بهشون محاربه زده شده از ظاهران و اعدام داده شده. جز چند نفری است در قتل اون 1 نفر بسیجی و خواسته همه آنه که شما این دکتر را آزاد کنید. پزشک از خیرین بوده و جز خیرینه، خیلی برای خیلی زحمت کشیده و متأثرم. با خانوادهش آزاد بشه و دانشجویان تعلیق نکنید. دانشجویان که علم میخوان بگذارید بخوانند. دانشجویان، جوانان، دختران، پسران حرف میزنن، سر صدا میکنه، اعتراض میکنن. بگذاری حرفشون بزنن و درس بخونن. بیاین کلاس از علم محروم نکنید، اونها را از علم جلوگیری نکنید. و آخری سخن نسبت به جناب مولانا عبدالواحد ریگی رحمه الله که یکی از علمای منطقه هست، عالم بزرگواری از علمای خاصه و یک عالم خیراندیش بود، عالم خیرخواه بود. همیشه توی مسائل صلح و آشتی و اینها تلاش میکرد و این را به شهادت رسوندند و واقعا همه ما از این شهادت ایشون متأثریم و
همه علما نگرانند از اینکه یکی را ما از صف علما از دست دادیم و در این منطقه کمترین نوع مسائل پیش آمده. الاخیراً بعضی مسائل پیش آمده است که علما مورد هدف قرار میگیرند، ولی اگر کسانی اختلافات هم داشتند به علما را سوی کس قرار ندادند، ریش سفیدان را سوی کسی قرار نداده و تحصیل کردگان سوی کس زنان و یک سری اقشاری که توی در فرهنگ این ملت حرمت خاص داشتند. ما دعا میکنیم که الله تعالی شهادت این عالم بزرگوار قبول کنه به برگاهش و درجاتشون رفیع بگردانه و فرزندان و خانواده و بازماندگان ما اجر صبر بده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.